بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ملت عزیز بلوچ و بلوچستان، منی برادرگارم و هر کسی که حتی زبان بلوچی از اون، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله سبحانه و تعالی لطفاً که هر جا که هستید وش و تندرست بید و بتواند با توفیق الله سبحانه و تعالی و تی دنیا و آخرت آباد بکند. من برادرگارم، اگر یادو ببید، من یک مطلب بسیار مهم و حساسی مطرح کده در رابطه با اوضاع و احوالی که مروج به ما ملت بلوچ حاکمه، از فقر، از گرفتاری، از مشکلات، از درگیری های فیما بین و هر آنچه که شما تصور بکنید و سبب گرفتاری قوم بیده. موضوع در جلسه گستگین مطرح کد به ایشیا که ما تنها با الگوگیری از تاریخ صحیح اتونن فدی مروچا شر بکنیم و مای تاریخ اسلامه، مای پیشوک، مای اسوه و مای الگو قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و من بر اعتقادم که آبادی یک ملت در درجه اول بستگی هستیم با ملت باور، با ملت عقیده، با ملت فکرا. ملتی که فکر و عقیده و باوری در یک سمت درست و صحیح ببید، ملت آبادیه بی. اما ملتی که باوری، فکری، عقیده‌ای و بینشی اشتباه ببید، طبیعتاً در ملت ما آبادانیا نگنده. و اولین مسئله که برای اشیا که ما بتونن به آبادانی مطلوب رسه، باید در نظر بگیرن ایشن که به عنوان یک مسلمان بر بگردن به تاریخ اسلام، بررسی بکنن راهکارهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیش کرد که تونتی ای امتا یکی بکند، امت قویه بکند، امت بکنتی، ملت بکنتی که تمام دنیا فتح کند و نه تنها ایش بلکه دیگه شریعتون، دیگه دینو هم تحت تأثیر قرار داد و بازین کافر، بازین مشرک مسلمان بند و اسلاما قبول کنند. بخاطر همیشه من تأکید در این جلسات و این که ما اول کلون بیماری ها دردا مشخص بکنی، بزاننی، بجای بیاره و بعد درمان بگشه و این درمان هم حاصل نبید مگر بر ایشیا که ما به عنوان مسلمان علاج این دردون باید در قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کنیم. یک مقایسه اون که در گستگین جلسه، همین مقایسه الاتون ادامه بدم و شاید به بعضی از من بینندان بلوچون عزیزون این برنامه تازگی هستنی، لحاظا من یک مختصری الاتون از پیشترین مسائل و مطرح بکنن و به همه شکل برند ما تا به فدی مشکلاتون برسین، مشکلاتون بگندین و گورا انشاءالله راهکار و علاج هم پیش بکنیم. بچارت من
ملت بلوچ و بلوچستان الوتون یک همینی به سمت تاریخ قبل از اسلام عرب ببر و به شما بگشون که بچه ها من اگرشون که ما باید متمسک ببین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شیوه دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا بتونن این امت رو یکی بکنیم. این مسئله البته در خلال بررسی تاریخ عرب قبل از اسلام و بعد از اسلام به شما مطرحی بکنم و به اثباتی برسونم. بچارت قبل از اشیا که اسلام وارد شبه جزیره عربستان ببید، من خدمت شما عرض بود که در جانب عقیده ملت قریش ملت عرب بت پرست دادن. تقریبا حدود 360 بت در اطراف کعبه وجودی هستند و نه تنها ایش بلکه همچنین قوم و همچنین قبیله هستند در میان ایشون که گدگش عبادت کده، همه نوع استکش عبادت کده و چیز دیگه اشو دادن پناهش برده به همه رجمگاه هم به همه درج کن و درج که پادا یک کوهیش ایره کده، یک بتیش ایره کده و شروع کدهش به این بت عبادت کنه. یعنی از نظر عقیده و باور رو چه ملت در بت پرستی به سر برگردن. در خیلی از مسائل کارهای عجیبی شکل ده. مثلا وقتی که لطفا داشت که سیر بکنه یا به یک سفری بره، یک مرگی از زور تدش و این مرگش محوا یله داده. اگر این مرگ به سمت راست شده ایشش به فال نیک گفته و اگرش که بله این مرگ به سمت راست شو چه این سیر مبارکی گره تاریخش مشخص کده و سیرش کده یا به سفر شده ده. اما اگر این مرگ به سمت چپ شده اگرش که نه این سیر نحسی گره آسیرش هم مرگ داده. یا مثلا اگر یک بومی آد که یا یک کلاغی آد که یک جاهی انشته اگرش که یک نحسی یک شومی مدنی. چه بچارت قبل از اسلام عرب از نظر عقیده در ای فکر و در ای منش به سر برگرده. یک مسئله قبل از ای که اسلام در شبه جزیره عربستان بیاید و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شعار توحید به این ملت بیان کن، از دیگه مشکلات جامعه وقت ایشه که حتی به فد ولایش نیه، به فد خیرش نیه. هر قبیله فد چسبه تگه به یک حکومتی یا که زوری هسته، چیز فدش نزدیک کدگه به روم، چیز فدش نزدیک کدگه به امپراتوری فارس و چیز دیگه فدش نزدیک کدگه به حبشیوم و هر کدوم به هر غریب یا خیرش هسته مگر به فد. علی رغم میشه که فدی زبانش یکه و ملکش یکی، بله هیچ کدوم به فد ولایش نیه. هر کس یک امپراتوری دستی گبتگه و در پناه آشیا فده گر کدگه و راج کنگه. در بعد عادت و تقالید و سلوک و اخلاق هم به هیچ وجه شرم و حیا در بین عام ملت و آروچه و قبل از اسلام ها وجودی نیست. تا این اندازه جاهلیت و تا این اندازه سختدلی و سنگدلی در میان جامعه وجودی هست که حتی فدی جنکش هم زنده به گوره کدادن و جنین در جامعه آره ننگه. در بعد اخلاقیات زنا رایجه، شرابخوری رایجه و هر چیز از مفاسد که در ذهن انسان که ممکن انجامش داده. در بعد قومیت و تعصب قومی و قبیله‌ای
چنان به هم دیگه تعصبش هسته که خدا مکن یک اشتر داخل مثلا یک قبیله دیگری ملکا ببید، زبانش یکن، درو عرب هم، بله چون ای از فلان قبیله و آ از فلان قبیله و ای اشتر داخل دیگه قبیله ملکا بیده، انش دادن تا 20 سال 30 سال جنگش کد همدیگرش کشته که بچه ای اتفاق کرده. حالا من ایشون که مطرح کنه شما فقط مقایسه بکنید که وضعیت و حالتی که اصولا البته نه زیاد به ندرت مروش در میان بعضی از قبایل بلوچ هم وجودی هست. جنگی در وقتا پیش آد به نام جنگ بسوس. این جنگ تقریبا 30 سال طولی کشت. علت چه؟ علتش که اشتر یک قومیه داخل بیده یک قومی ملکا و یک مرغ حیقه پشتا پاد ایر کده که بچه ای اشتر پاد ایر کده ای حیقه پشتا 30 سال نشتن تو همدیگر هونش حلال کد و مباه کو به خاطر همه کسا یک حیوانیه و یک مرغیه. یا مثلا یک جنگ دیگر در بین آشون پیش آد معروف به جنگ الغبرای کنن احتمالا دقیقا در ذهنون نه. این تقریبا حدود 40 سال طولی کشت. بچه که این عرب جمع بیدادند و مسابقه شد داده گفتی اسبم فدی اسبش تاچه دادن و یکی اول بیده و یکی دوم بیده و یکی سوم بیده. 40 سال جنگ میان ایشون پیش آد که بچه فلان قومه اسب اول بیده و می اول نبیده، فلان قومه اولاک اول بیده و می اول نبیده. نشتن تو همدیگرش کشت و همدیگر هونش مباه کد و به خاطر اشیاء بیچیز، به خاطر اشیاء کم ارزش، هیچ چیز و هیچ اساس بین همدیگرش ایر نکد و کشکا و هونه رچک بید. علی رغم اشیاء که درو هم زبانش یکیه و شاید ملکش هم در کنار هم نزدیک همدند و همدیگرش پجا آورده، ولی چون که فلان قبیله و فلان قبیله و ای قبیله و آراج و ایراج، لحاظا هر کسی کوشش کرده که فد حاکم ببید و حکم بکن و زوردار ببید و دیگری نه محکوم ببید و به همه شکل شروع شکل به همدیگر کشکا. حالا شما تصور بکنید در ای جامعه که ای که مشکلات وجودی هستند، نه عقیده و باور صحیحش هسته، نه اخلاق صحیحش هسته، هرچه بدعت انجامش داده، هرچه خرافه انجامش داده، هرچه فساد انجامش داده، ولاش و خیرش هم به فد نیه بلکه ولاش و خیرش هم به اجنبیونه. در ای وضعیت ها، در ای حالت ها، شخص به نام رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب و سلم مبعوث بید و اولین شعار و اولین پیامی که برای اصلاح ای قوم متفرق و مشکل ساز در ابعاد مختلف داد ایشون که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموش کند که بگشت هیچ معبود بر حق بجز الله نیستین، شما رستگار بید. اولین دعوت اصلاحی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت به توحید و این دعوت مشترک تمام انبیاء الهی بیده. اما من لطفاً چند نکته خیلی ریز در این مسئله مطرح بکنم تا مشما یک نتیجه بگیریم. وقتی که مسئله توحید مطرح بید، یعنی چه توحید؟ توحید یعنی افراد الله سبحانه و تعالی در هر چیزی که مختص الله جل جلاله و عمه نوالوه. علما اتقیان این توحید به چند دسته تقسیم کده و من انلوتون که وارد این مسئله به طور مفصل ببون، فقط الوتون مختصرا یک گذری بکنین و بعد اصل مطلب من خدمت شما عنوان بکنم که اولین مشکل و درد می جامعه چه. بچارت علما اتقیان و توحید به چند دسته تقسیم کده: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات. توحید ربوبیت چین؟ افراد الله سبحانه و تعالی در
خلق و ملک و تدبیر. این چیزیه که حتی همه عرب دوران جاهلیت هم به ایشی اقرارش کده. مثلا شما وقتی که همه عرب دوران جاهلیت قبل از اسلام وقتی که جست کده که تی خالق که اگرش که می خالق الله تی رازق که ترا رزق داد که ترا روزی داد اگرش که الله این ملکی الله تدبیر که چند دسته الله چند دسته اقرارش کده. پس قوم متفرق قبیله‌ای که همدیگرش کشته و فدی جنکش زنده به گوره کردن آشون به الله اعتقادش هسته، به وجود الله اعتقادش هسته و در ای بود مشکلش نه، یعنی در بود توحید ربوبیت مشکلش نه. هنچوش که مروج هر انسان مسلمانه در بعد توحید ربوبیت مشکلی نیست. شما مروج اگر هر مسلمان جست بکنن که ترى کی خلق کد اگشید الله، تی رزقا روزی کی عدد اگشید الله، ای ملک و ای هستی کی چند دستن اگشید الله. پس در ای مثلا اصولا اکثر ملت هایی که در روی زمین آتکن مشکلش نبیده، یعنی به وجود الله سبحانه و تعالی اقرارش کده که ما خالق الله. نمونه اشیاء الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان کن ولئن سألتهم من خلقهم لیقولون الله. اگه ایش جست کدن که کی شما را خلق کده، اگه این مشرک جست کدن که کی شما را خلق کده، اگه که الله ما را خلق کده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. اگه جست کده که چه کسی ای آسمان ها و ای زمین خلق کده، اگه شدش الله. پس آن مشرکین دوران جاهلیت، آن مشرکین قبل از اسلام در بعد توحید ربوبیت مشکلش نه. حالا من ایشون که مطرح کنم من خواهشم که شما مقایسه بکنید این حالتون و این وضعیتون اصولا مروج در جامعه ما و این افکار اندیشان که به چه شکل این دور مجنگن در مردمانی زندگی ها، در بلوچونی زندگی ها. مسئله دوم توحید الوهیت. توحید الوهیت یعنی افراد الله سبحانه و تعالی در عبادت. و ادوان مشکل اصلی، مشکلی که مروچیه روچا در جامعه بلوچستان ما هم وجودی هستن هم همیشه، چون ما را ولله الحمد والمنه مشکلی نیستن که الان هر کس جست بکنه که کی تر خلق کده اگه الله، تمام هم ولله الحمد والمنه مسلمانه. این چیز حتی در ملت های گذشته هم بیده، در امت های گذشته هم بیده که اقرار شده به ای که می خالق الله، می رازق الله. اما مشکل اساسی که باعث بید الله سبحانه و تعالی ای انبیان بششتید تا هر نبی هر رسول فدی قوما دعوت بده، مشکل در توحید الوهیته. و توحید الوهیت منگش افراد الله سبحانه و تعالی در عبادت. به طور مختصر یعنی انسان هیچ کسا همراه گو الله سبحانه و تعالی عبادت مکن. حالا مسئله عبادت چه؟ یعنی که سجده یا رکوع نه، هر چیزی که شما در بعد عبادت و مختص الله سبحانه و تعالی شما تمامیشون در نظر بگیرید. اگر انسان به غیر الله آشون متوجه بکن، ایشی اگرشن شرک در توحید الوهیت. من خیلی مختصر و واضح و روشن الاتون ایشی خدمت شما مطرح بکنم. به طور مختصر اگر ما معتقد بودیم بر ایشیا که الله ما خالقه، الله ما رازقه، ولی از آدم برین قبرونی سرا و فدی حاجت از قبرا بلوتن، ادامه دچار شرک بیدگی. اگر ما معتقد ببین که الله ما خالقن، الله ما رازقن، این ملک و هستی الله چند دسته، ولی برین زیارتگاهم و رجمگاهم فدی نظرا فدی حاجتا از مردان بلوتن، حالا این مرده چه ولی بید چه هر کسی که ببید، ما دچار والعیاذ بالله شرک بیدگی. اگر ما معتقد ببین که الله ما خالقن، الله ما رازقن، بل از آدم بروین گو ملاهای خدا نترس
و از آشون بلوتن که ما را مثلا یک تعویض بدن که ما را تیر ملگید، ما دوچار شرک بالله بیدگیم. یا ما را مثلا یک بند بده که ما فدی لوگه دیما بندن که هیچ کسی متون داخل ای لوگا ببید، ما دوچار شرک بالله بیدگیم. ما دوچار رفتار بیدگین که عرب قبل از اسلام بیدگش. ما مبتلا به بیماری بیدگین که عرب قبل از اسلام بیدگش. و اصل نقطه بحث من هم انشف همیشه که انسان اگر معتقد به اشیا ببید که الله میشن خالقه، ولی ترک بکن عبادت الله سبحانه و تعالی به شیوه های مختلف، اشیا توحید ربوبیت نفعی نداد، فایده نداد. اگر فایده ادا دادید، الله سبحانه و تعالی ای انبیای انش داده که برد و ایشون به سمت الله برد و فدی قومون به سمت الله دعوت بکنه، چون به اشیا اعتقادش هسته که الله میچن خالقه. ولی چون مشکلش هسته در اشیا که بین فد و بین الله به شرک مبتلا عبید دادن، به انواع شرک مبتلا عبید دادن، چیز شده دادن زیارتش عبادت کده، چیز شده دادن فدش رسونت به تلسم و به سحر و به جادو و چیز دیگه مرده و قبرش عبادت کده. ادون بید که الله سبحانه و تعالی ای انبیا راه دادن که برد و فدی قوم بگشت که شما در یک گمراهی مزنی به سر برگید. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه و تعالی ادون فرماشه کرد که ما در میان هر قوم و هر ملت یک رسولی اندیم داد که چه؟ ان اعبدوا الله، که فقط الله عبادت بکنید، واجتنبوا الطاغوت، و از عبادت طواغیت و تا دیر بدارد. طاغوت هر آن چیزی که غیر الله. شما اگر برید یک قبر سرا فدی حاجت از یک قبر بلوتید، شما طاغوت عبادت کنید. شما اگر فدی نظر و نیاز و چوش بگشید که من ارون یک زیارتی هستن، زیارت نزانم فلان شیخ یا فلان نزانم به هر حال هر چیزی که هستن، ارد فدی حاجت او دو نبرد که همودم بزیرت نظر بکند، همودم بزیرت قربانی بکند، همودم بزیرت فدی حاجت طلب بکند، ادون شما طاغوت عبادت کنید. اگر شما بروید و فکر بکنید که شما نفع و شما ضرر به دست یک مرده، شما نفع و ضرر به دست یک تعویزی، شما نفع و ضرر به دست یک بندی که از ایرت گرنچ یادید، شما ادون طاغوت عبادت کنید. این نص قرآن، این کلام الله سبحانه و تعالی که ما در میان هر امت، در میان هر ملت رسول راه داد که چه؟ که به فدی قوما بگشید که الله عبادت کنید و ای طاغوت رو مرگ بکنید. پس هر چیزی که غیر الله و ما فدی حاجت از آشیا علوتن و در تخصص الله سبحانه و تعالی آشیا گشن طاغوت. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولین مسئله که شروعی کو در میان فدی قوما یا اصلا در میان عرب، چون رساله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رساله جهانیه، ایشه که ای قوم، ای انسان، ای ملت، بیاید و فقط الله سبحانه و تعالی عبادت کنید و نفی غیر الله و نفی هر آن چیزی که غیر الله میکنه. مروج در جامعه بلوچستان ما این مسئله تا اگه هسته، یعنی شاید 1400 خورده سال از این قضیه گسته. اگه ملت ها و اقوام دچار این مشکلند، دچار این انواع مختلف شرکند، شرک در توحید الوهیت. خیلی از من دوست و رفیق هستن که بارها وقتی ما انندن گوشون گپ جنه اگرچند که بله در بعضی از ملکا ما یک زیارت شهرش کده
و جمعات که عبید تمام دعوت کنن که بیاد فلان زیارت ها، زیارت فلان شیخین، فلان صحابه آد که، فلان تابعی آد که. حالا قبری هم مشخص نیست اصلا نزونه که کین و فلانی قدمگاه بیده، شما بیاد فدی نظر رو ادام بزیرت، نظر بکنید، ادام بکشید و ادام فدی حاجت ها گو همی ولی الله ها گو همی اولیاء الله ها بگشید. اولیاء الله کین مشخص نیست. این یکی از بزرگترین دردهایی که در میان امت بلوچ ملوچ وجودی است. دقیقا مثل همون دردی که در میان اقوام گذشته هست. لحاظا ما توصیه کنیم بر اشیا که تا زمانی که ما باور صحیح نبیده ما نتونیم فدا متحد و فدا به سمت خیر و اصلاح حرکت بدیم. اول کلم باید فدی عقیده و فدی باورا نسبت به الله سبحانه و تعالی ما بزیرین صحیح بکنیم. از این عقیده و از این فکر غلط و شرک آلود باید بیاین درا و فدا متوجه الله سبحانه و تعالی بکنیم به همه روشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر کرده، ما را نشون داده، ما را پیش داشته. یک مختصر میان برنامه اگندن انشاءالله یک شعر گوش یکنه و کرا انشاءالله جنبندی کنین مطلب و من در خدمت شما بودم. دوستان اتاق فرمان بلوچ بیا سفر بکن، اداغ دل حبر بکن، بکش و تا از ذلت و سفر به جان دل بکن. ابی وسی چه در بکش، از ای قفس تو پر بکش. برات کشی هنر نهن، از زر و زور گذر بکن. از ای سراب دنیوی به دین ود نظر بکن. چه دست ود درو بکن و تا چه زل رها بکن. به حق ود تو شیر ببی و تا رها از ظلم بکن. چه گرک ود بیا تو در و تا اجور دد در بکن. پرمز و دین صفا ببی په ملک ود وفا بکن. اگر چلوته عزتا تباغ ود چمن بکن. بلوچ بیا سفر بکن، اداغ دل حبر بکن. خب منی برادرگاران نتیجه گرین بر اشیا که ما باید فدی فکرها اصلاح بکنیم و دست از هر چیزی که ما را از الله سبحانه و تعالی دیرکن برداریم. این اولین مسئله که ما باید در جامعه فد اشیا پیاده بکنیم، ایشی پشتا کار بکنیم و علما و دعات یا هر کسی که دلی به بلوچستان است سوشید و لوتید خدمت بکن باید ایشی پشتا کار کن به عنوان مسلمان. وقتی فکر و باور همانطوری که من در مقدمه گشت صحیح و درست ببید جامعه هم صحیح و درست حرکت کن. لحاظا شخصا خواهش ایشین که فدا دیر بدارد از هر چیزی که نومی شرک به طور خیلی ساده و روان و مختصر. حاجت برک زیارتونی پادا ای در عقیده اهل سنت و جماعت وجودی نی و ای شرک بالله سبحانه و تعالی. ما را کار به دیگه مذهب و فکر و دینو نیستیم، ما در رابطه با عقیده اهل سنت و جماعت میگم. لحاظا کسانی که تا مروچه روچا از میان ملت ما بلوچ مبتلا بیدگن به مجوری و به زیارت پرستی توبه بکنن و بر بگردن و دست از این کارا بکشن. کسانی که ارند
قبری سرا. حالا این قبر شاید یک ولی هم ببید، شاید یک انسان بزرگی هم ببید و اودون فدی حاجت و الوتن و این قبرها بین فد و الله سبحانه و تعالی واسطه کنن، دست از این کارا بکشن، چون این در فکر و عقیده اهل سنت و جماعت نه، در فکر و عقیده اصلا اسلام نه. و تأکید کنم ما را کار به دیگه دین و مذهب نی. ما از اسلام قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فهم صحیح و درست این دیدگاه مطرح میکنه، این فکر مطرح میکنه. بچارت انسانی که فدی الله به شکل صحیح و درست عبادت نکن، دیرش میده ما ممکنه دزدی هم بکن، ممکنه فدی برادی هم بکشید، ممکنه به خاطر مال دنیا 10 نفر فدی مردمان هم بها بکن. اصلا ضمیر انسان، وجدان انسان وقت بیدار بید که ای انسان باور صحیح و درسته ببید، عقیده و فکری صحیح ببید. چه بیایم شما یک قدم فدا به دیما حرکت بده در این رابطه که ترک بکنه هر چیزی که معروف به شرک بالله سبحانه و تعالی و فدا وصل بکنه که الله سبحانه و تعالی به همه روشی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را پیش داشته، ما را نشون داده، به همه دو اکتفا کنم و از الله سبحانه و تعالی الوتون که ما و شما را همت بداد در اشیا که بتونه فدی جامعه بلوچستان از خرافه و از بدعت دیر بکنه، این خرافات و این بدعت و شرکیات رو دیر بکنه و صفای قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم در فدی قومه فکرها و ذهنها جا بده. با این شیوه، با این شکل ما اتونن به هم وصل ببین، گو هم براد ببین، می برادی دینی بید، می اخوت حفظ بید، هنچوش که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موفق بید ملت متفرقه بزیرید با همه کلمه توحید جمعش بکن و متحدش بکن و نسبت به هم مهربانش بکن و نسبت به دشمن و سخت و محکمش بکن و بتونن تمامی دنیا هر جا که برن فتح بکنن. تا برنامه دیگه از الله سبحانه و تعالی الوتون که ما و شما را توفیق خدمت صحیح به قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنایت بکن. موفق، معید و تندرست بید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.